Ассалому алайкум. Шоир че сухани зебо мега. Чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. Агар сӯзад шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад. И бадрафторӣ, дашном додан, зулм кардан, тӯҳмат кардан то абад нест. рӯзе аз рӯзҳо дар як бало гирифторат мекунад. забон ҳам ҷон медиҳад, ҳам ҷон мегирад. ҳар инсон аз рӯи забонаш дар ҳар бало гирифтор мешавад. чуноне ки аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам пурсиданд ки аз кадом сабаб инсон дохили дӯзах мешавад бисёртар? гуфт аз забону аз фарҷаш. ана ҳамин забони мову ту ба ҳама бало гирифтормон мекунад, дохили дӯзах ҳам мекунад, ана ҳамин забон мекунад. то ки як бародарро таҳмат мекунӣ, то ки дар ҳаққи як бародар бадрафторӣ мекуниву дашномаш метиҳӣ. агар хабар дошта бошен, Фахриддин гуфтани як блогери тоҷик бо номи бародари тоҷик, шояд ки мардум шиносад, дирӯз ӯро дар шаҳри Русия қапида бурданд аз рӯи дурӯғош, аз рӯи забонаш. имрӯз дар як бало гирифтор шудагӣ аст ки ба доди ӯ кӣ мерасад? танҳо ана ҳамон зоти пок. این انسان بسیار با عالمای خدا دشنام داد. من تنها از آن همین جانب میبینم بسیار در حق ما تهمت کرد، در حق یک برادر دیگر تهمت کرد و دشنام داد مادرای مردم. آن همین جانب خدای را به همین بلا گرفتار کرد. این فکر کرد که تا ابد همین خیل میرود. یکی از دوستای خدا، یکی از عالم، یکی از قاریان تاجیکستان، این قاری زبیدالله که در حق همین استاد ما دشنام بد کرد، خدا به همه بلا گرفتارش کرد. قاری زبیدالله را ما و شما در اینترنت میشنویم، آوازی او را باور بکنین، از نزدیک بیاین، با او بنشینین، در چهره او، در سخنهای ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یاد میزنه. چه معامله خوبی داره، چه زبان شیرین داره. باور که هر باری که با این استاد می نشینم فقط در یادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسد که حدیث ها را میخونیم که چه معامله خوبی داشت، چه رفتار خوبی داشت با مردم. لیکن این فخرالدین در حق همین عالم، در حق همین دوست خدا دشنامی بیزیب کرد. خدا به همه بلا گرفتارش میکنه. البته بعد بسیاری میگه که نه ای ایروی گفت که فلان کار کرد به همون سبب یا بردن. آخه البته را که دوست خدا را که دشنام دادی، خداوند با یک بلا همین که گرفتارت میکنه. از جانب این نمیبینی که در حق همین برادرات دشنام و تهمت دادن، خدا به همه بلا میرسونتون. لیکن باز هم بیا یک جا دعا میکنیم که الله مهربان این برادر ما فخرالدین از این بلا به آسانی رها کند و بعد از برآمدنش خداوند زبانش از راه بد نگاه دارد و هدایتش بفرماید. شاید که بسیاریا گویند که این دشمنی تو این را تهمت کرد، یک بیوه و یک حرام گرفت و در اینترنت گفت که زنی صدای امید یا زنی فلانی است. این قدر به تو بدبینی داشت، باز در حقش دعای نیک میکنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه دشمنی داشت، تا حال دشمناش رفته استند، لیکن با یگان دشمنش بدی نکرد، بدرفتاری نکرد، با او معامله خوب کرد. همین سبب ما هم با این برادر خوبی میکنیم تا خداوند هدایتش بفرماید، ای بلا رهاش کنه. البته کارهایی که این فخرالدین در حق من کرده است، اگر به شما میکرد یا که به دیگران میکرد، شاید که چه کارهایی در حق من نمیکردین. لیکن من به خاطر الله به همین کار نگرفتم. اینا فقط به الله سپاریدم. انا میخوام الله نشان میتیه. من همه تا به الله میسپارم. انسانهایی که دشنامو میتین و تهمت میکنین در حق من. مایم که به شما ضرری نمیرسونم. یک کسی دیگه باشه میره از اوتون شکایت میکنه، قسم به خدا به همه بلا گرفتارتون میکنه. شما حقوق ندارین که یک برادر در بین مردم شرمنده سازین و در حق او دشنام دید و تهمتش کنین. اگر از اوتون شکایت کنه به همه بلاها گرفتار میشین. نصیحت بهر بلاگرها کرده بودیم، باز هم میکنیم. بلاگرای عزیز، کسی که بلاگر هستین یا که نو بلاگر میشین یا اینکه میخواهیم بلاگر شوین، پیش از بلاگر شدن 1000 مرتبه فکر کنین. سخنهای میزنین، در اون سخنها فکر کنین. در حق یک برادر تهمت نکنین، دشنام ندین. میرن از اوتون شکایت میکنن، چی بلاهایی در گرفتارتون میکنن.
شما حقوق ندارین که یک شخصیت رو اومده دشنام بتین. بلاگر میشین، کاری کنین که نه به کسی ضرر رسونین نه از چیز ضرر ببینین. سخن گوین که بهر وطن و بهر ملتتون فایده‌ناک باشد، نه اینکه ضرر به وطن و به ملت برسونه. وقتی که به وطن و به ملت ضررتون رسید، البته که ضرر به شما میرسد. در تگ زمین باشین شما را یافته میارن. این سخن‌ها را تنها برای جانتون میگم. اگر از جانتون که سیر شده باشین، بگذار چی کاری میکنین بکنین. کاری ندارم. بسیاری میگن که تو بزدل هستی. من تنها از ذات پاک میترسم. از همین سبب هر کسی در حق ما چه بدی کردگی است، ما بخشیدگی هستیم. خداوند بخشنده است، بخشندگان را دوست خواهد داشت. همین سبب ما و شما که بخشیدیم، خدا ما و شما را میبخشد. اگر که کدام شما در همین فخرالدین یگام سخن ناجای گفته باشد، تنها این بار به خاطر الله همین برادر را بخشین و در حقش دعا کنین که به آسانی از همین محبس براید. فقط این بار ببخشید. اگر بعد برآمدن باز همون دشنام ها و همون تهمت ها در حق ما و شما کشید، البته که این وقت دیگر نمیبخشیمش. یک سخن گفتنی هستم. غلام بودن در وطن پادشاهی دیگر دولت است. باور کنین. ناز و نوز ما را انا همین دولت میبردارد، انا همین وطن ما میبردارد. به قدر انا همین وطن رسیدن در کار، انا همین وطن را دوست داشتن در کار. بسیاری از جوان ها در دیگر دولت ها رفته، یا اینکه وطن سیاه میکنند، یا اینکه در دیگر دولت رفته کمتر صاحب کار شده، شکیم چی میگیرد. روزی از روزها شما در انا همین بلاها گرفتار میکنند، او گرجدن سای شما سری راهتون نمیگیره، سرتون کی کردن کجا میبینین. انا همین وطن نازنین میوین. در حیات احتیاط کنین. در حق این برادر هم دعاگو باشین که الله نگهبانش باشه. در حق ما هم نیز دعاگو باشین. باز هم میگویم کسی که بلاگر میشه یا که بلاگر شدنی هسته، احتیاط کنین در حیات. کاری کنین که فایده‌تون به ملت و به خلق رسد، نه ضررتون. خداوند یار و مددگارتون باشه. این سخن‌ها را همچون به خاطر خدا بر شما رساندم. فی امان الله.